بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. به نام خدای بخشنده و بخشاینده مهربان. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، آنانی که انشاءالله خواهد صدای ما را میشنوید. من چند وقت است که الحمدلله ما و شما شاهد هستیم که در این خانه الله سبحانه و تعالی آباد کردن خدا ده انشاءالله تمام قوم و جمعیت، تمام انشاءالله مسلمان های روی دنیا انشاءالله امروز کمر هیبت بستن الله سبحانه و تعالی. اما برادران انشاءالله خدا خواهد مبارک بگردوند و آنچه خیر احسانی دارند و آنچه انشاءالله خدا خواهد دلالت دارند و آنچه که انشاءالله خدا خواهد در این خانه اشتراک دارند، از همه ما شما الله سبحانه و تعالی اله راضی شدگی باشد. و این خیر احسانی که تا امروز مدتی دویم سال است الحمدلله خیر احسان دارند، الله خیر احسانی آنها را به درگاهش قبول نماید، سایبان آخرت بگرداند. احسان هایی که میکنند، چی آرزوهایی که دارند، خواه دینی است و خواه دنیای، الله با فضل و کرمش برآورده خیر بگرداند. خیری که میکنین از دانی من اجر و مکافات دارند. من برای شما حکایت حضرت علی هم یارم. یک روز حضرت انشاءالله فاطمه دختری نازنین محمد صلی الله علیه و سلم بیمار شدند و حضرت علی سوال کردند که یا فاطمه چی اشتها داری؟ گفتن همین دیلم که یک انار باشه و یک انار بخورم. میگن حضرت علی با بازار رفتن، میگن این وقت این صحابه پولاشون بسیار نمی داشتن، ذخیره نمی کردن، پولاشون تیز خیر احسان و کم بغلان داده میستادن. قدر بانک ها نداشتن مثل امروز ما و شما بانک های شویتسری و بانک های خدا خواهد انشاءالله ازبکستانی و تاجیکستانی نداشتن. وقتی که میگه بازار رفتن یک کمتر کار کردن، یک تنگه میگه یافتن و یک انار خریدن و رهنده اومده سازدن که میگه در یک گوشه رو میگه یک بیمار خواب است. میگه رفتن بیمار را پرسیدن که گفتن سن صحت است، سلامت خوب است؟ گفت خوب هستم. دلت اشتیای چی میکشه؟ گفت میگم دلم اشتیای انار داره. گفت میگه یا علی. میگه ناچار میگه حضرت علی، چون که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان سوره زهان ولا ترد السائل گفتگی آیت است، یعنی اگان سائلا که از ما چیز میپرسن یعنی دستاشون خالی بر نگردونی بتیشو. ناچار میگه حضرت علی همون انار میگه همون بیمار نداد و میگه خجالت دستی خالی و خانه اومد که فاطمه را چی میگم؟ فاطمه میگه یک آرزو داشت که یک انار بخورد. وقتی که اومد که میگه فاطمه در روی حولی میگه کار کرده گشت از حیران شد. گفت میگه فاطمه سیاه شدی ها؟ گفت هم یک انار از میگه یافتم آن رنده اومده دادم که یک بیمار در کوچه رو خوابه. وقتی که با سوال جواب کردم گفت که همیشه اشتیای انار دارم، با مجرد میگم انار دادی میگه یعنی خدای تعالی یعنی اشتهای ارزی انار از دل من برداشت. الحمدلله میگه وقتی که صحبت کنم میگه دروازه تق تق میکنه. حضرت سلمان فارسی یک رومالچه نمیگه یعنی انار میارد. میگه که نمینه پیامبر صلی الله علیه و سلم همین انار را راهی کرد برای شما، از جانب خدا اومده است برای شما. وقتی که میکشید میگه میبینن که 9 انار است. حضرت علی میگه یا سلمان میگه میدانی باید که این 10 انار شدگی باشد، این 9 تا از خدا یک سوم ده 10 سوم وعده کرده است. این یک گفتن یک تاش کجا شد؟ میگه حاصل کردم. میگه از آستینش گفتن که برای سنجش گفتم من 10 انار ان شاء الله خدا خواهد برای شما مکافات. عزیزانی من ان شاء الله خدا خواهد بینین که ما در روی الله سبحانه و تعالی خدا خواهد یک تیر 10 ان شاء الله خدا خواهد وعده است. به یک قول به یک احسان 700 بلکه از 10 زیاده هم. حدیث قدسی نه پیامبر صلی الله علیه و سلم کسانی که یک سوم ان شاء الله در روی خدا میتیان الله سبحانه 10 سوم بلکه بر عوض زیاده است. خیلی که یک دانه گندم الله در سوره بقره مثال میاد که یک گندم میکورین و 100 خوشه میشود، یعنی از 100 خوشه یک دانه 7 دانه یعنی 700 ان شاء الله خدا خواهد چی میشد؟ یعنی برقرار میشد. بنابراین ان شاء الله خدا خواهد این خیر احسانی که شما در راه الله میکنه خدا خواهد ان شاء الله برای دستگیری خدا خواهد ان شاء الله این مسجد شب و روز نیتا داره، شب و روز خیر و احسان داره. همه مسافر الحمدلله به عدد شکر ما ان شاء الله خدا خواهد همه مسلمانایی که دستگیری میکنن و چی دعا میکنن چی ان شاء الله خیر احسان میکنن ان شاء الله ما راضی هستیم
هستیم. الله سبحانه و تعالی اولا راضی باشد، اجر و مکافات و پاداش فقط انشاءالله الله میتید این دنیا هم انشاءالله و انشاءالله خداوند برای هر یک مسجد انشاءالله خیر کننده. گویا که شما میسیم و مسجد ساخته شده، چون که یعنی مسجد هم انشاءالله یعنی پلتیندش هم یعنی دلالت کننده کار کننده هم همش اجرش یک است، چون که من بنا الله مسجدن و یعنی پول شما ما مسجد انشاءالله بنا داریم و پول شما مسجد خداوند زیبا داریم، مسجد انشاءالله خیر داریم، پول شما را خداوند البته شما هم در ثواب خداوند شریک هستید. امید میکنیم که الله سبحانه و تعالی این یکسوم شما در خداوند انشاءالله 700 در این دنیا میتید انشاءالله. خداوند و خیر احسان در جنت برای هر یک شما خداوند خانه ها بناشته است. شما خیال نکنید این جنت یک تا اگر خداوند تمام دنیا را هفت خداوند در دارد، یک تاش اگر تمامی روی دنیا را امروز همه را اگر جمع کنی خداوند در یک تاش بزرگی میکند. خیال نکنید خداوند انشاءالله هر کاری خوبی میکنین انشاءالله اعلی وعده کرده است که من برای شما جنت باغ‌ها انشاءالله دخترای حتی با انشاءالله خداوند یعنی 70 دختر دادم میشود که او دخترها در یک ساعت انشاءالله 70 رنگ میترید. دخترای میسیای مسکو و امریکا دمش میگیره خداوند انشاءالله. و همین خیلی زیباییش در تفسیرها میارن که همین خیلی زیباییش که آبی خوردگیش خداوند از گلونش میبینی، از بالای لباسش مغز استخوان پشت دیده میشه خداوند. در یک ساعت 70 رنگ میترید انشاءالله خداوند. و یا الله البته برای خیر احسان کننده و برای نماز خواننده و طاعت عبادت کننده ها خدا ترس و از راه بد انشاءالله گناه دور شونده ها انشاءالله و جنت بنا یعنی مسجد بنا کننده ها البته انشاءالله خدا الله الهیم سزاوار بگرداند. الهی خدا خواهد انشاءالله این خیر احسان شما را پاداش و مکافات در این دنیا و در آخرت هم بدهد انشاءالله. پیامبر اسلام حدیث است من کان فی حاجتی اخیه کان الله فی حاجتی. امروز که ما حاجت هستیم، حاجتمندیم، شما اگر در حاجت ما برآوردن باشین البته الله حاجت شما را میبرد. چی مقصد که داری خود دینی است و خود دنیا و انشاءالله چی آرزوها دارین البته انشاءالله از الله پرسین، الله درگاهش گشاده است. الله انشاءالله بدادن کم نمیشه، چون که دنیا صاحبش پرزیدنتش انشاءالله فقط الله هست انشاءالله. خدا خواهد لله ملک السماوات و الارض میگه خدا در قرآن وعده میکنه که همه ملک آسمان و زمین از آن خداست انشاءالله. چقدر خواهین همون قدر میتید و همون قدر انشاءالله پاداش و درجه شما در این دنیا هم و انشاءالله خدا خواهد در جنت هم انشاءالله بلنده. اونانی که در اینجا خدمت دارند من مدت 1 سال از مهمان ها از شهرهای دور انشاءالله خدا خواهد اومده برای رضای الله سبحانه و تعالی خدمت دارند. اینا هم در عمرش در خوش در کسب و کاراش در خاندانش برکت شما را انشاءالله در امرات و در کسب و کارات و در خاندانت انشاءالله فیض و برکات خدا خواهد کم نکند انشاءالله. همیشه صحت باشه، سلامت باشه. وقتی که مسجد بنا میشود انشاءالله کنرانزنانی که دلالت دارن کسانی که یاردن را مرحمت به این قشلاق ما انشاءالله خدا خواهد بید. ما همه شرایط را خدا آماده کرده میتیم که از شهرها گذروندن و ها کذا خدا خواهد یک اومده خداوند در این مسجد زیبا یک جایه هیچ نباشدن درکت نماز خوندن اعلی مناسبینت عزیزانی من. این بخت است، این خانه است که خدا خواهد بهترین مکان بهترین موضع در تمام دنیا المساجد ها است انشاءالله. خدا خواهد این مسجدان خدا خواهد تا زنده هستیم تا جون داریم برای شما عزیزان خدمت میکنیم و برای الله سبحانه و تعالی خدا خواهد خدمت میکنیم تا اینکه برای اسلام یک میدان باشد، اسلامونه یک میدان باشد انشاءالله. خدا خواهد یاردمونتیم البته پگه مجاهد الله انشاءالله با پگه پیامبر علیه السلام کتی صحابه ها کتی یک جای انشاءالله خدا خواهد در جنت. این چنین زنها ری انشاءالله خدا خواهد یاردم دارن عزیزان من. چندین زنها از دیگر شهرهای دوردست باور میکنین گوشواراشونه چله هاشونه فروخته در این انشاءالله کارت های مدرس است. خدا همین زنها را هم عمرای دراز کرد، بخت و سعادت شدید، فرزندگاه خوب شو عطا کند، مهریش از شوهر شو خدا خواهد سیر شو کنه پروردگار عالم. همین زنها را هم پگه خدا خواهد روز قیامت با همراه فاطمه و عایشه و
آسیا و خداخواد بیبی مریم خداخواد یک جایه در جنت هم صحبت شدن انشاءالله نصیب بود. حتی زنهای روی دنیا هر روز با ما تماس میگیرن و در دعا هستن و قدر امکان انشاءالله از زندگیشو با زیادتی کرده که وقتی که میدونن که اجری مسجد و اجری راه خدا چی است و یا هم دریغ نداشته سن همون زنها هم اله سعادتمند باشن انشاءالله. اله خدا خواهد ایمانشون مستحکم کنه، حجابشو اثرشو خدا خواهد کنده نشود، فرزندکای خوب انشاءالله صالح مثل ابوبکر و مثل انشاءالله خدا خواهد فاطمه و عایشه الله خدا خواهد عطاشو بکنه و سعادت دو دنیا نه اله خدا رو سزاوار باشن. همیشه صحت باشین، سلامت باشین عزیزان من، تا انشاءالله خدا خواهد صحبت دیگر خدا حافظی میکنیم. همیشه در دعا باشین و همیشه انشاءالله خدا خواهد انشاءالله در یاردم ما باشین. البته الله در یاردم هر یکی ما و شماست. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءهم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.